با واقعیت اجمل زین از همسرش جدا شده است. اجمل زین در انگلستان زندانی است. این خبر تا چیت حقیقت داشته است. گفتنی های تازه دوزاران و طرفداران اجمل زین چرا دیگر برنامه نمی سازد و دلیل دوری اجمل زین از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست عضو کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. اجمل زین هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقمندان و دوزاران خاص خودش را دارد. اجمل زین عاشقانه هنر موسیقیش را از برنامه صدای افغانستان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. اجمل زین توسط آریان و سعید حمایت مالی می شد و توانست به کشور انگلستان سفر کند. این همه در حالی است که اجمل زین در کشور انگلستان ازدواج کرد و اکنون ثمره ازدواجش 2 فرزند می باشد. اجمل زین تازه تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی گویا در کشور انگلستان زندانی شده است و از همسر دومش جدا شده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که آیا با واقعیت اجمل زین از همسرش جدا شده است و یا هم خیر. ولی دلیل دوری اجمل زین از هنر موسیقی نقد شدید از طرف دوزاران و طرفدارانش شده است. ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمند جوان و با استعداد افغان خواهیم بود. دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوزاران اجمل زین به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر شما خوبان را به الله منان امانت گذاشتم. موفق و کامیاب باشید.